سلام مسیح عزیز، خدا کنه خوب صحتمند باشین. روز همگیتون بخیر باشه. خدا کنه که روز به خوبی خوشی تمام کرده باشین. در روز قبلی ما ایمونولوژی رو شروع کرده بودیم، بخش مافیت را یک 2 یا 3 ساعت از بخش مافیت را خوانده بودیم، اسپلین خواندیم، تایمس را خوندیم و لمف نود را خوندیم. امروز در بخش سلولار کامپوننتس میریم. تا حالا خب ما ارگان خواندیم میشنی، ارگانا بود، اسپلین ارگان بود، تایمس ارگان بود. ما حالا سریع میریم که حجراتی که در مافیت ما رول داره، این کدام حجرات است؟ حجراتی که در مقابل انتان ما مقابله میکنه، حجراتی که در مقابل حجرات اجنبی مقابله میکنه، این کدام نوع حجرات است؟ در بخش مافیت یا ایمونیتی ما دو رقم مافیت داریم. یکی مافیت اینیت ایمونیتی، یکی ادپتیو ایمونیتی است. اینیت ایمونیتی و ادپتیو ایمونیتی فرقشون چی است؟ برای اینکه فرقش در اعضای اینا چیست، میخوایم یک مختصر به زبان ساده براتون بگم که چی فرق داره. ببینید بدن ما همه روزه در مقابل انتانات مقابله میکنه. این مقابله بدن ما که هست در مقابل مثلا باکتریا وجود داره، ویروس هم وجود داره، پارازیت هم وجود داره، در مقابل تمام ازیا یکسان برخورد میکنه بدن ما. اینیت ایمونیتی بدن ما یعنی چی؟ رقم مثلا ما فرض مثال یک چیز رو میخوریم، یک چیز رو فرض مثال خورده میشه، داخل دهان که میشه، اینجا انزایمای بدن ما سرش میاد، لیسوزایم مثلا، لیسوزایم می ریلیز میکنه، باکتری هایی که می ریلیز میکنه. فرض مثال در وقتی که دمیده ما در صورتی که یک انتان برسه، اینجا HCl کار میکنه من حیث یک کامپوننت، اینجا pH هم 3 تا 4 است، اینجا ریلیز میکنه. این یک نوع مقابله بدن است. مثلا پوست اسکین ما که است یک مقابله بدن است. ببینید در مقابل هر نوع انزیم یکسان برخورد کرده، در مقابل هر نوع ببخشید میکروب یکسان برخورد میکنه. کدام خاص در مقابل یک چیز عکس العمل نداره، تمامشون به یک چیز مثلا که ببینن به این شکل عمل میکنه. اینو برش میگیم اینیت ایمونیتی. ادپتیو ایمونیتی که هست یک مقابله خاص در مقابل یک انتان است، یعنی ادپت میکنه در اون مقابله اون انتان را میشناسه، یعنی انتان که میگه بار دیگه مرک من مقابله چی رقم برخورد کنم. این ادپتیو ایمونیتی میگیم به زبان ساده. اینا رو میخونیم که چی فرقا داره، هیچ چیزایی یک تشریح به زبان ساده ایش بود. اینیت ایمونیتی ما که هست شامل کدام حجرات میشه؟ شامل نیوتروفیلاس، ماکروفاژ است، مونوسایتاسی که ای از کدام خانواده می در سای بعدی ما تشکیل میده. ده هماتولوژی میره میخوانیم. دندرایتیک سل هاست، نچرال کیلر سل است یا انکی سلز است، لیمفوید اوریجن داره. ای چون حجرات لیمفوسایتی که ما که هست سه نوع حجرات لیمفوسایت داریم ما. لیمفوسایت ها بی سلز است، تی سلز و لیمفوسایت است. ببخشید نچرال کیلر سل است، نچرال کیلر سل سه نوع لیمفوسایت داریم. اینجا مثلا که لیمفوید اوریجن داره. کامپلمنت است که دیگه فیزیکال اپیتلیال برییر است که گفتم میاله مثلا اسکین ما خودش یک کامپوننت یا یک عضو از اینیت ایمونیتی است. سیکریتد انزایمات مثلا لایسوزایم مثال شده، یعنی که بدن با استفاده از اینا در مقابل انتان که همه روزه در مقابل انتان بدن ما در مقابله است. اینمی حجرات است که در مقابل اینمی انتانات که روزمره ما امروز مواجه میشیم عکس العمل نشان میده. ولی بعضی از انتانات هست که این اینیت ایمونیتی زورش برش نمیکشه، ضرورت داره بدن که یک مقابله خاص در مقابل اجرا کنه و اگه بار دیگه این انتان باز در بدن ما سرایت کنه، یک مقابله بسیار محکم در مقابلش نشان بده. این کدام حجرات است؟ تی سلاس، بی سلاس و سرکولتینگ آنتی بادیاس که اسمش بی سل ساخته میشه. تی سل، بی سل و آنتی بادیا اینا اعضای ادپتیو ایمونیتی هستن. اینیت ایمونیتی اعضایش اینی اعضا بود، ادپتیو ایمونیتی سه اعضا داشت. یکی میکانیزم از چی رقم است که وقتی که هر کدامش خواندیم براتون واضح میشه که پی دی جی چی معنی جرم لاین انکودد چی معنی میده. ریسپانس از یک است گفتیم که ریسپانس در مقابل پاتوژن نان اسپسیفیک است، کدام خاص عکس العمل در مقابل یک چیز نشان نمیده. تمام انتانات به یک چشم میبینه، در مقابلشون یک رقم عکس العمل نشان میده و سریع است. occurs rapidly، سریع است. مثلا بدن ما خود وقت نمیمونه که چند دقیقه بدن روی اسکین بانشه، اسکین که مانده بود چند دقیقه بعد بگه که از روی اسکین نداره. نه، رپید است، سریع است و نو میموری ریسپانس. نو میموری ریسپانس به چی معنا؟ فرقش هم ادپتیو چی است؟ ادپتیو که است میموری ریسپانس داره. مثلا اینمی انتان ای بار که در مقابل بدن ما اومده، بار اول بدن که چی مقابله میکنه، یاد میگیره بدن که چی رقم کدام بی سلال بسازه، کدام آنتی بادی رو بسازه مقابل از عکس العمل نشون بده. ادپتیو بار دیگه وقتی که وارد میشه میموری ریسپانسی داره. میموری ریسپانس از که است هم فاست میشه هم ریبوست میشه. این کی فاست میشه ریبوست میشه، اینا رو میخونیم چی رقم است. ولی در اینیت ایمونیتی که است دیگه که است ریسپانس از که است میموری نداره. این دفعه که آمد مقابله میکنه، باز که آمد یادش نمیمونه که خود دفعه پیش باز آمده بود میگه ما کمتر در مقابله مقابله کردیم، نه باز اون رقم مقابلش مقایسه میکنه. اما این که ریسپانس فاستر و ریبوست چی رقم است اینا رو میخونیم. ببینید گفتیم که اسکین میتونه که خودش یک لایه از چی باشه، اسکین اپیتلیال یک اینیت ایمونیتی باشه. اگه در صورتی که مثلا نزینات از تمامش گذشت وارد خون میشه، در خون ما که است که نال کامپلمنت ها فعال میشه در مقابل از کامپلمنتس نال رو میخونیم. این رو خواندیم هر کدامش بازی راجع به صحبت میکنیم. حالا چیزی که میخونیم response و time هستن. ده adaptive immunity. این رقم response time. ببینید
مثلا بدن در یک حالت قرار داره، در این حالت اینی مثلا یک روز باشه 2 روز باشه، اینجا تایم نشان میده اکس انترول، اینجا ریسپانس ایمیونیتی مورد مقابلش نشون میده. مثلا در این حالت ها اینجا صفر است، اینجا هیچ انتان وجود نداره. انتان وجود نداره تا اینکه به یک مرحله برسه که یک انتان میاد. انتان وقتی که آمد بدن در مقابلش یک عکس العمل شروع میکنه تا اینکه یه ادپتیو ایمیونیتی است، تا اینکه انتان از بین ببره. وقتی که از بین برد دیگه در تریشولد صفری نمیاد، تریشولد خود بالا نگاه میکنه. این حالت یک ریسپانس چی است؟ ریبوست شده. اینی برش میگن ریبوست. دیگه در تریشولد صفر نمیاد، دیگه ایمیونیتی ما صفر نمیشه. چرا؟ در مقابل از در بدن ما آنتی بادی ساخته شده، آنتی بادی ساخته شده، آنتی بادی دوران کده میره. اینجا که هیچ آنتی بادی نداشتیم، اینجا آنتی بادی که ساخته شد و در خون میمونه. بار دیگه که میاد این انتان وارد میشه، اینجا یک دفعه اینجا انتان وارد شده، اینجا خمسایی ساخته، باز این می انتان عین انتان باز وارد میشه. این دفعه بدن چی میکنه؟ یک ریسپانس زیادتر مقابلش نشان میده، ریسپانسش این دفعه زیادتر است و بازی بالای ماتری شده. یعنی رو ریبوست میگه و فاستر. ببینید اینجا فاست انجام میشه دیگه، چون بدن ما مقابل زیادت کرده، اینجا زود کرده انتان رو صفر میکنه. اینجا میگن ریبوست و فاستر. پس ادپتیو ایمیونیتی چی است؟ میموری ریسپانس داره که بار دیگه که در صورتی که مقابل از مقابله کنه، این هم فاست انجام میشه و هم ریبوست شده میباشه. اینا سیکریتد پروتئینای که افراز میشه لایسوزایم است، کامپلمنت است که افراز میشه، سی ریاکتیو پروتئین است، دفنسین و سایتوکاین. سایتوکاین هم در ادپتیو است، هم در ایمیون است. در ادپتیو چی افراز میشه؟ ایمونوگلوبولین و سایتوکاین. یعنی که حجری که هست، حجرات مثلا نیتروفیلاس یا ماکروفاجات ازشان چی افراز میشه؟ کامپلمنت را افراز میکنن، سی ریاکتیو پروتئین که تمام از پروتئینا است که به خاطر تخریب از آنتان استفاده میشه. این پروتئینای سیکریتد کدام پروتئین است؟ پروتئینایی که توسط اعضای اینیت ایمیونیتی افراز میشه و یک آنتان را تخریب میکنن. اینا در ادپتیو چی افراز میشه؟ ایمونوگلوبولینا و سایتوکاینا. دیگه ای که کی فیچرز ان پاتوژن ریکگنیشن چی هست؟ یکی دمپ داریم، یکی پمپ داریم. دمپ و پمپ چی هست؟ دمپ و پمپ. ببینید این یک حجره ایکولای رو نظر بگیریم. یک ایکولای، یک باکتری ایکولای است. فرض مثال ایکولای وقتی که وارد بدن ما میشه، اینا بدن ما در مقابل از چی رقم عکس العمل نشون میده؟ گفته که بمپ اند دمپ. بمپ و دمپ اینا چی هست؟ اینجا میخوانیم پمپ و دمپ. پمپ که هست مخفف pathogen associated molecular patterns. pathogen associated molecular pattern. ببینید حجرات ما که هست وقتی که حجره ایکولای که این تبدیل میکنه به فرگمنتاش، و فرگمنتاش تبدیل میشه، مثلا هر فرگمنتش توتا میشه. این توتا هر توتا زیر پمپس میگن. pathogen associated molecular pattern. اینمی پمپس را حجراتی که اینیت ایمیونیتی است اینمی ها را میشناسه. اینیت ایمیونیتی نه اینمی ها را میشناسه پمپس. و در مقابلش چی میکنه؟ حجرات دبلیو بی سی فعال میشه، چی میکنه؟ اینا تخریب میکنه، از بینش میبره. و یا که دمپ را ببینید معافیت ما دیگه چی کار میکنه؟ مثلا نیتروفیلا ماکروفاژها اگه یادتون باشه میگه که اعضای اضافی یک حجره را بلع میکنن. یادتون مونده ماکروفاژ میگه مثلا در یک جای یک التهاب است، حجره تخریب شده، حجرات باقی مانده میگه بلع میکنن. اینا چی هست؟ دمپش بلع میکنن. یعنی دمپ مخفف چی است؟ damage associated molecular pattern. از دمپ و پمپ حجرات اینیت ایمیونیتی ما، مثلا یک حجره تخریب شده، میتوکندریاش جدا شده، یک دمپش است، هستیش جدا شده، یک دمپش است. فرض مثال گلجیش جدا شده، هر کدام از یا دمپ است. یعنی که damage associated molecular pattern است. اینا رو چی میشناسه؟ اینیت ایمیونیتی این قسمت ها رو میشناسه. وقتی که شناسایی که میگه اینا رو از بین میبره. اینا می ریسپتورای تو لایکشون که از امراض اینمیا وصل میشه. مثلا اینجا براتون مثال شده، مثلا فرض مثال پمپس رو گفته، مثال پمپس رو گفته که activation of natural ایره باز میخونیم ان اف کی بی که چی رقم اکتیویت میشه در امروز ما پرو انفلاماتوری سایتوکاین یا در مقابل از اینمیا پمپ و دمپ را میشناسه، در مقابل شجرات را فعال میکنه. مثلا ان اف کی بی یکی از اعضای اینیت ایمیونیتی است. این چی میکنه؟ پرو انفلاماتوری سایتوکاین را افراز میکنه. مثلا در مقابل پمپس، انواع پمپس ها را گفته. پمپ مثلا چی میتونه باشه؟ ال پی اس لیپوپولیساکراید که در دیواره حجره باکتریا قرار داره، در گرام نگاتیو باکتریا قرار داره. مثلا فلاجلین در باکتریا است، نیوکلیک اسید. تمام از پمپس هستن که میگم گفتیم دمپس چیست؟ مثلا مایتوکندریال دی ان ای، هیستون، هیت چاک پروتئین، تمام پروتئینایی که داخل حجره ما قرار داره اینا رو میدونن شناسایی کنن. حجرات کی فیچرز پاتوژنای یا ریکگنیشن ادپتیو چیست؟ ادپتیو چی رقم میشناسه حجرات؟ میموری سلز داره. اینا میموری سلز داره. وقتی که اون حجره بار دیگه داخل شد، بی سل و تی سل اکتیویت میشه.
در مقابل چی؟ در مقابل یک آنتیژن که از قبل شناخته شده و بار دیگه ریسپانس چی رقم میشه؟ stronger quicker ریسپانس داره. stronger و quicker ریسپانس داره. ادپتیو ایمیونیتی که است با افزایش اصلا هیچ میشه دیکریز میکنه. اینجا یادتون هست تیلومر را خوانده بودیم. این گپ است اینجا. تیلومر یادتونه با مرور سن تیلومر کم شده میره و حجره داخل از بین میره. این بود از فرق ادپتیو ایمیونیتی و اینیت ایمیونیتی. چیزایی که اینجا یاد میگیرین چی چیزا هستن؟ اعضای از کدام حجرات است؟ نیتروفیل، ماکروفاج، مونوسایت، دندرایتیک، نشر کلاسرها، لیمفوید ریژن داره، کامپلمنتا و ادپتیو ایمیونیتی تی سل و بی سل و آنتی بادی هست. این که دیگه بخشش هست. فرض مثال دیگه چیزایی خواندیم، پروتئینایی که افراز میشه، پروتئینی که به خاطر مقابله افراز میکنه کدام پروتئین هست و چه رقم اینا فعال میشه در مقابل پمپ و دمپ و دیگه هم کلاستیک ریسپانسش میموری ریسپانس داره. ایمیون پریویلیج چی هست؟ بعضی از ارگانای ما هست، بعضی از ارگانا که حجرات ایمونیتی به اونا کمتر میرسه، یا نظر به ایروایشان یا نظر به اینکه هر مکانیزمی که داره، فیزیکال مکانیزم داره یا مثلا کیمیکال مکانیزمی که داره. مثلا بعضی حجرات اصلا بعضی از پروتئینا رو افراز میکنه که نمیمونه که ایمونیتی در مقابلشون کار کنه. مثلا جریان خون ما در بعضی جاها نمیرسه، به جاهایی که نمیرسه ایمونیتی به حجرات ایمیون سلز به اونجا نمیرسه. وقتی که ایمیون سلز نرسید به اونجا، در مقابل از اونجا چی میشه؟ ایمونیتی صورت نمیگیره. این چی فایده داره بر ما؟ ببینید ما گفتیم که ایمونیتی که هست هم در مقابل حجرات پاتوژن میتونه که ما رو محافظت کنه و دیگه در مقابل چی؟ یکی پاتوژنا و یکی ارگانایی که شناخته نشده باشه. در مقابل ارگانز مثلا شما اگه دیده باشید میگه که یک نفر ترانسپلانت کرد حجره، اما ترانسپلانت از میگه ریجکت شد. مثلا کدنی رو ترانسپلانت کرد ریجکت شد. چی ریجکت میکنه اینا؟ یعنی ایمیون سل که هست اون حجرات رو من حیث حجرات ناشناخته کلاس ایمیونیشن فرق داره که امروز ایمیونیشن میخوانیم مثل ایمیونیشن اینا به یک جایی که مثلا این حجرات ایمیونیتی نرسه اونجا ما هر چقدر تغییرات بریم ارگان را فهمیده نمیشه. حجرات مثل چشم، برین، پلاسنتا و تستس اینا که اصلا ایمیونیتی به اونجا زیادتر نمیرسه، حجرات ایمیون سلز به اونجا نمیرسه. وقتی که نرسید ایمیون ریسپانس تو پار انتیجن از اینکه هست کم میباشه. وقتی که کم بوده فرض مثال از همین خاطر است که هنوز خب برین ترانسپلانت صورت نمیگیره، مثلا آی ترانسپلانت که صورت میگیره تا کلاس ایمیونیتیش فرق هم کنه مشکل نداره. پلاسنتا یا یک جنین خودش یک حجره ناشناخته شده بر بدن ما است، یک آنتیژن است. اما ببینید در مقابل از او عکس العمل بدن نشان نمیده. چرا نشان نمیده؟ اینمی ایمیون پریویلیج است اونجا. و دیگه تست در مقابل از چی است؟ عکس العمل ایمونیتی صورت نمیگیره. دیگه چیزی که داریم کلاس های ایمیجسی داریم یا میجور هیستوکامپاتیبیلیتی کامپلکس 1 و 2 داریم. دو نوع ایمیجسی کلاس داریم. ایمیجسی چی است؟ اچ ال چی است که اینا رو تمام شکار میکنیم. ببینید ما دو نوع اچ ال داریم. اچ ال چی است؟ اچ ال جنس جین. ما دی ان ای رو خوانده بودیم، نه کروموزوم رو خواندیم. در کروموزوم گفتیم چی است؟ دی ان ای. در دی ان ای چی است؟ جنس. جن چی کار میکنه؟ به خاطر پروتئینا کد میده. مثلا اگه سه نوع جن رو من نام بگیرم، جینس HLA A HLA B HLA C. یک حجره این میشه سه دانه HLA رو شما من نظر بگیریم، این سه دانه جن هست. این جنس که هست به یک پروتئین کد میده. این پروتئینی که HLA HLB HLA B HLA C بهش کد میده MHC کلاس 1 است. MHC کلاس 1 پس چیه؟ یک پروتئین است. یک پروتئین است. یک شناسنامه است. یک شناسنامه است یا یک پروتئین. در تمام حجرات بدن ما این وجود داره. نیوکلیتد سلز. بعضی حجرات نیوکلیتد نیستن. کدام حجره ما نیوکلیتد نیست؟ آر بی سی که هستن نداره. پس چیزی که تا یاد گرفتیم در تمام حجرات نیوکلیتد است. چی ماکروفاج باشه، چی حجره اسکن ما باشه، چی حجره کدنی ما باشه، چی حجره قلب ما باشه، یک جن وجود داره به نام اچ ال ای. این اچ ال ای که هست مثلا میتونه اچ ال ای ای، اچ ال ای بی، اچ ال ای سی باشه. این حجرات اچ ال ای به یک پروتئین کد میده. پروتئینی که کد میده ام اچ سی است یا میجور هیستو compatibility protein. Major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex 1. این در تمام حجرات نیوکلیت ما قرار است. وقتی که این ساخته این میاد چی میکنه؟ در سر سل ممبران ما اینجا وصل میشه. من حیث یک تاپه یا یک نشانه. این که هست یک الفا 1 دومین داره، الفا 2 داره، الفا 3 داره و بتا 1 داره. الفا 1، الفا 2، الفا 3 و بتا 1 داره. این چینز هستن. الفا 1 چین یعنی 4 دانه چین داره، 3 دانش الفاست، یکیش بتا است. الفا 1، الفا 2، الفا 3 و بتا 2 چین داره. پس ما چیکار کردیم؟
اینمی ایمیج سی را ساختیم. اینا این ایمیج سی چی فایده میکنه؟ این ایمیج سی که هستک بدن ما رو محافظت میکنه، حجرات بدن ما محافظت باشه. چون ما گفتیم ایمیونیتی چی کار میکنه؟ هم حجرات پاتوژن از بین میبره، هم حجراتی که ارگان باشه و با بدن ناشناخته باشه. اینا رو از هر کسی ایمیج سی کلاس یک از این فرق میکنه از شخص به شخص دیگه. از همین خاطر است که وقتی که مثلا کدنی یک نفر حتی که گروپ های خونشون سرم بخورن ترانسپلانت میشه یا حجراتی که ترانسپلانت نمیشه، دلیلش چیست؟ ایمیج سیش باید مچ شود. ایمیج سی باید مچ شود. یعنی اچ ال از یک رنگ باشه، ایمیج سیشون باید یک رنگ باشه. اگه ایمیج سی مچ نمیکنه، حجره ریجکت میشه. به کدام مکانیزم؟ بدن ما اینمی ایمیج سی را میاد مثلا مثل حجرات دبلیو بی سی مثل گزمه ور فکر کنید. این حجرات دبلیو بی سی هر کدامش میتونه که باشه. میاد مثل گزمه ور تیر میشه. تیر میشه میگه که ایمیج سی کلاس یک از این مچ میکنه که از یا نه کودش میبینه. وقتی دیدی که نمی کود بدن سر میخوره، این غرض نمیگیره. اما در صورتی که شما یک ارگان بیارین غرض کنین که او ارگان اینمی ایمیج سیش فرق کنه، پس چی میکنه؟ دبلیو بی سی رو نشناخته فکر میکنه. از اون خاطر است که در مقابل یک عضو بیگانه بدن ما عکس العمل نشون میده. این بود از ایمیج سی کلاس یک ما. ایمیج سی کلاس یک ما دیگه چیزی که صورت میگیره ایمیج سی کلاس یک چی هست؟ یکی در این صورت میتونه که تغییر کنه. یکی بعضی از ویروس ها هست. ویروس ها چی میکنه؟ میاد داخل این ژنوم میشه، اینمی چلی رو تغییر میده، پروتئین سازی رو تغییر میده. وقتی پروتئین سازی رو تغییر کرد چی کار میکنه؟ اینمی ایمیج سی از این تغییر میده. چی میشه؟ این ژنوم تغییر میکنه. وقتی که ژنوم تغییر کرد، ژنوم وقتی که تغییر کرد، این چلی تغییر میکنه. چلی تغییر کرد ایمیج سی فرق میکنه. ایمیج سی که فرق کرد چی میشه؟ ویروس سبب میشه که حجرات دبلیو بی سی ما بدن خود ما را از بین ببره. این مکانیزم یک ویروس است که باز بدنی را به تفصیل خاص خواندیم. صرف یک یادآوری بود که نه که ویروس حتی میتونه که این کارم انجام بده. دیگه چیزی که داریم چلی ببخشید ایمیج سی کلاس 2 داریم. ایمیج سی کلاس 2 چی رقم ساخته میشه؟ ایمیج سی کلاس 2 ایمیج سی کلاس 2 که سگ 3 دانه چلی داره. اول چیزی که یاد بگیرین هست که این انتیجن پرزنتینگ سلا قرار میگیره. انتیجن پرزنتینگ سلا روز قبلی ماناش براتون گفته بودم چی هستن؟ حجراتی هستن که چی کار میکنه؟ فرض مثال ماکروفاژ یک انتیجن پرزنتینگ سل است. ببینید نامشون که ببینین از نامشون شما یک چیز رو درک کرده میتونید. فرض مثال ماکروفاژ یک انتیجن پرزنتینگ سل است. یک انتان اینی انتان فرض مثال آمده داخل بدن ما شده. ماکروفاژ میاد مقابله میکنه که از بین میبره. اینو از بین میبره. یک توته از ایرا میگیره، یک توتهشه اینا میگیره داخل حجره خود قرار میده. اینا میبره چی میکنه؟ برای مثل که یا اینا خواست بین برده برای بعد کلانام راپور بده. فرض مثال عکس گرفته باشه، فرض کنید که نی عکس از این از انتان میگیره، عکسش داخل میکنه، اینا میبره که نشان بده برای کلانا که بذار این رقم یک انتان اومده، شما بین مقابلش مقابله کنین و یادتان باشه که دفعه دیگه اینا می انتان اومده مقابلش سخت مقابله کنین. فرض مثال یک دشمن است، ماکروفاژ چیز اولی که میاد مقابلش، چون ماکروفاژ یکی از اعضای اینیت ایمونیتی هست، این میاد مقابل از این انتان مقابله میکنه، این خود بند میبره. فرض مثال میگیره یک عکس از زیرا میگیره پیش خود نگاه میکنه، که نگاه که داخل حجره خود میکنه، داخل حجره خود چی کار میکنه؟ اچلی از این فعال میشه، اچلی از این فرق میکنه. هم اچلی هم کلاس ام سی کلاس یک داره که از خاطر که خودش از بین نبره کس مثل تذکرهش وره یک کار دیگه که میکنه، میگیره اچلی یک جن دیگه فعال بشه، اچلی دی پی دی آر، اچلی دی پی و اچلی دی کیو، اچلی دی کیو. ببینید این کس به یک پروتئین دیگه کد میده که ام سی کلاس 2 است. پس ام سی کلاس 2 در کجا حجرات ساخته میشه؟ در انتیجن پرزنتینگ سلا. اچ ال کلاس 1 در کجا ساخته میشه؟ در تمام حجرات بدن که نیوکلیتد باشه این ساخته میشه. این چیکار میکنه؟ ام سی کلاس 2 که ساخته شد به شکل ساختمان داره. ام سی کلاس 2 این که هست الفا 1 چین داره، الفا 2 چین داره، بتا 1 چین داره، بتا 2 چین داره. اینا میتوتر نبود، اینا میره اینجا این قسمت نشان میده، میره به طرف حجرات چی؟ به طرف ادپتیو و این درگیر ادپتیو ایمیونیتی میده. این یک چیز آمده، این چی میکنه؟ انتیجن پرزنت میکنه برای اونا. انتیجن برای حجرات مثلا حجرات تی سل تی هلپر سل میگه میکنه قسم یک حجره آمده، این فکرت باشه تی هلپر سل سی دی 4 پلاس تی هلپر سل فعال میکنه. حجرات تی هلپر چی میکنه؟ حجرات بیتا فعال میکنه، ببخشید بی سل فعال میکنه که در مقابل از یک سل من نشون میده. امروز میخوانیم که چه قسم انجام میشه. صرف نال چیزی که شما یاد میگیرید. ام اچ سی کلاس 1 در تمام حجرات نیوکلیتد واقعی هست. توسط چی کد میشه؟ ببینید کلاس 1 است، نه یک هست کل از یک حرف است، اچ ال ای اچ ال بی اچ ال سی. ام اچ سی کلاس 2 است یا نه؟ تمام کدایشون ببینید دو حرف است، دی پی دی کیو دی آر دو حرف هستن. ام سی کلاس 2 رو میسازه. ام سی کلاس 2 در حجرات انتیجن پرزنتینگ سل مثلا دندرایتیک سل یک انتیجن پرزنتینگ سل است یا ماکروفاژ یک انتیجن پرزنتینگ سل است. چیکار میکنه؟ انتیجن رو میره به حجراتی که ادپتیو است به اونا پرزنت میکنه که بذار این رقم یک انتان اومده فکرتون باشه مقابل از این باید عکس العمل نشون داده شود. درسته سر که ان شاء الله تا اینجا واضحه است. خب این بود از این بخش. یعنی که گفتیم که چیکار میشه؟
یکی ما CD8 داریم، یکی CD4 داریم که درس آینده ما تشکیل میده. صرف هم قالب بفهمید که فانکشن MHC کلاس 1 چی است. MHC کلاس 1 ما که هست در تمام حجرات نیوکلیتد واقع است، در تمام حجرات. و همچنین انتیجن پرزنتینگ سل هم گفتیم که MHC کلاس 1 داره، خاطر خود از بدن بشناسه. و پلاتیلیتا هم حتی داره، صرف RBC نداره. ولی MHC کلاس 2 ما که انتیجن پرزنتینگ سل است. سطح بایندینگ از یاد کجاست؟ تی سیل ریسپتور CD8 که امروز میخوانیم تی سیل ریسپتور چی رقم تی سیل ریسپتور چی است، چی رقم وصل میشه برای حجرات بیتا بی سلز و یا برای انتیجن پرزنتینگ سلا یا مربوط CD4 میشه. درس‌های بعدی ما که خوانیم بازی براتون زیادتر بازی میشه، ان که ما براتون بگیم گم تمام میشه براتون. چند دقیقه بعد یک درس دیگه رو بخونیم، بازی رو پس مییم سرش ان شاء الله که وقت ما دیگه کسا HLA سب تایپ هاش است. یکی HLA بود که عموما در بدن ما وجود داره. HLA میتونه که بعد سب تایپ ها داشته باشه. مثلا HLA B که داشتیم، این میتونه که یک سب تایپ داشته باشه به نام B27. در صورتی که این سب تایپ در بدن ما وجود باشه، MHC از این نادرست کد میشه. اگه MHC نادرست میشه، MHC نادرست که شد، بعضی امراض آتوایمون به وجود میاد. یعنی بدن چی میکنه؟ حجرات خود ما را من حیث حجرات اجنبی میشناسه، در مقابلش ایمونیتی به وجود میاد. این امراض آتوایمون که به قدر در پانتون خواندیم سببش اینمی MHC است. MHC کلاسش که هست که اشتباه ساخته میشه. چرا؟ چون جنی که ویر کد که HLA اشتباه بوده. HLA B باید میبودی 27 بوده. مثلا psoriatic arthritis ankylosing spondylitis یا IBD inflammatory bowel disease associated arthritis یا reactive arthritis. این تمامش از باعث چی؟ یک سب تایپ نادرست HLA B27 وجود داره. چی میشه؟ حجراتی که مثلا در جوینتس قرار داره، این حجرات یک MHC غلط رو نشان میدن. وقتی غلط نشان داد، حجرات ایمونیتی ما میاد مقابل خود حجرات بدن ما که در جوینتس است یا در مفصلات در مقابل از یا عکس العمل نشان میده. این امراض به وجود میاد. یا مثلا HLA DR3 diabetes mellitus type 1. در diabetes mellitus type 1 چی واقع شده می باشه؟ در مقابل حجرات بیتا سلز پانکریاس در مقابل از یا آنتی بادی ساخته شده می باشه. این حجرات از بین میبره. چرا؟ چون HLA از یا کسی که HLA اشتباه به وجود اومده. دیار خالی باید می بود DR3 به وجود اومده. diabetes mellitus type 1 اسیلی مثلا systemic lupus erythematosus یا Graves disease هاشیموتو تایرویدیتس ادیسون دیزیز، اینا تمامش سببش است HLA DR3 که در هر درس که رسید بازینوی HLA تکرار میشه که یاد بگیرید بسیار براتون درس ساده میشه. یا HLA DR4 روماتوید آرترایتیس دیابتیس mellitus type 1 میتونه کم DR3 باشه، DR4 باشه و ادیسون دیزیز. اینا سایت تایپ هایش هستن که در صورتی که اینا وجود داره بدن MHC که میسه اشتباه است و این MHC یک حجره اجنبی ور برای بدن ما نشان داده میشه و بدن چی میکنه؟ تا مقابل از یک عکس العمل نشان میده. چیز دیگه که داریم نچرال کلر سل ها داریم. نچرال کلر سل که بیشتر گفتیم کنار سرش میبینیم. نچرال کلر سلز چی هست؟ نچرال کلر سلز یکی از اعضای چی هست؟ یکی از لیمفوسایت های ما هست. گفتیم که ما 3 نوع لیمفوسایت داریم. لیمفوسایت و 3 نوع است. لیمفوسایت یکی بی سل است، دیگه تی سل است و دیگه نچرال کلر سل است. نچرال کلر سل است. این دو تاش که هست ادپتیو ایمونیتی بود، اما نچرال کلر سل ها که هست اینیت ایمونیتی هست. اینیت ایمونیتی به وجود میاد. نچرال کلر سلای ما اینیت ایمونیتی به وجود میاره. اینا این چی رقم یک پاتوژن را از بین میبره. نچرال کلر سل این یک حجره بند نظر بگیرین. این حجره باید از بین برده شود. میتونه که یک حجره یک باکتریا باشه یا میتونه یک حجره بدن ما باشه که باید تخریب شود، هر چیزی که باشه. نچرال کلر سل چی میکنه؟ وقتی که حجره شناسایی شد چون اینیت ایمونیتی هست، می چی کار میکنه؟ سر از این وصل میشه در این انزایمای خود لیز میکنه. نچرال کلر سل چی میکنه؟ انزایم خود لیز میکنه. مثلا انزایمی که لیز میشه گرانزایم، یک از انزایم‌ها یا پروتئینایی که افراز میکنه گرانزایم. گرانزایم این حجره را چی میکنه؟ از بین میبره. اپوپتوسیس میشه. یک کار است که نچرال کلر سل گفتیم مثلا تکرار میکنم. یکی از اعضای اینیت ایمونیتی ما است. اینیت ایمونیتی ما چی میکنه؟ حجرات را که باید از بین ببره، به مکانیزم از بین میبره، میاد سرش گرانزایم را افراز میکنه. گرانزایم چی میکنه؟ این حجره را چون چندین پروتئین سرش افراز میکنه، یکیش گرانزایم است. دیگه کاری که میکنه چی است؟ این دقیقاً بس نمیکنه، یکی از حجرات دیگر هم خبر میکنه. حجره اینیت ایمونیتی دیگر هم خبر میکنه. چی خبر میکنه؟ ماکروفاژ خبر میکنه. توسط چی خبر میکنه؟ اینترفرون گاما رو سرش افراز میکنه. پروتئین افراز میکنه، اینترفرون گاما نامش است. اینترفرون گاما چی میکنه؟ ماکروفاژ رو فعال میکنه. ماکروفاژ وقتی فعال شد یا میاد دست به کار میشه، هم میاد سلازی کار میکنه، ایردگام از بین میبره. هم ماکروفاژ یک آنتیژن پرزنتینگ سل است، میتونه که رو ببره به حجرات ادپتیو ایمونیتی هم راپور از زیر باش بده. این مکانیزم کار کردن نچرال کلر سل است. نچرال کلر سل سر کدام حجرات کار میکنه؟ حجراتی که آنتیژن، حجراتی که به بدن ما مضر باشه، مثلا حجره انتونیس یا حجره که باید از بین برده شود، میاد چی کار میکنه؟ گرانزایم خود را افراز میکنه. این بود از نچرال کلر سل. میریم در کتاب میبینید چی چیزا گفته که لیمفوسایت ممبر اف اینیت ایمونیتی است. گفتیم که لیمفوسایت است و عضوی از اینیت ایمونیتی ما است.
چی میکنه؟ پرفورین مثلا یک انزیم میشه یا گرانزایم رو فعال میکنه که یا چی میکنن؟ اپوپتوسیس را همو حجره فعال میکنه. وقتی که اپوپتوسیس فعال شد چیکار میکنه؟ حجره رو به زور سرش خودکشی میکنه. مثلا در انفکتد سل یک حجره ما مثلا که ویروس میاد، یک حجره اتمیت گفتم که حجره بدن ما را ویروس میاد، این حجره بدن ما را انفکت کرده. وقتی که انفکت کرده باشه در روی از چی پیدا میشه؟ یک MHC پیدا میشه، یک MHC کلاس یک دیگه پیدا میشه. MHC از که فرق کرد چی میکنه؟ حجرات میاد از این باید از بین ببره. وقتی که حجره از بین ببره یکیش میتونه که نچرال کلر سل باشه. مثلا چی رقم این حجره سپارتان پیشتر هم گفتم که ویروس میتونه بیا ژنوم از زیر تغییر بده. ژنوم که تغییر کرد MHC از زیر فرق میده. MHC از زیر فرق کرده. پس نچرال کلر سل چی میکنه؟ میاد میبینه مثل گزمه ورتیر میشه. وقتی که تیر شد میبینه که MHC از زیر فرق داره. وقتی که فرق داشت میاد از این وصل میشه، گرانزایم خود افراز میکنه. گرانزایم که داخل از آمد این حجره را باعث میشه که حجره اپوپتوسیس کنه. اپوپتوسیس کنه. یا مثلا حجرات تومور سلز که هست، گفتیم که در مقابل حجرات خود بدن هم میتونه که مقابله کنه. تومور سل هم که هست MHC شون فرق میکنه. تومور سلز از خاطر است که نشل کلر سل میتونه که در مقابل تومور سل در حالتهای ابتداییش بتونه که عکس العمل نشون بده. این میتونه که اینترلوکینای مختلف را افراز کنه از خود. مثلا اینترلوکین 2 رو میتونه افراز کنه، اینترلوکین 12 را فعال کنه، یا اینترفیرون آیفن الفا یا آیفن بیتا را فعال کنه. یا چی میکنه؟ اکتیویتی از زیاد میکنه. یعنی که اینا فعال کننده نچرال کلر سل هستند. نچرال کلر سل ها را میتونه که اینترلوکین 2 فعال بسازه، اینترلوکین 12، آیفن الفا، آیفن بیتا. ولی اینترفیرون گاما چی میکنه؟ توسط نچرال کلر سل، خود نچرال کلر سل اینترفیرون گاما رو میسازه. ولی اینی سایتوکاین رو خوانده بدیم یا اینترلوکین رو خواندیم یا توسط دیگه حجرات فعال میشه که باعث میشه که نچرال کلر سل را فعال بسازن. دو گپ وجود داره. این نچرال کلر سل را من نظر بگیرین چیزایی که این فعال میسازه. نچرال کلر سل را فعال میسازن چی چیز هست؟ اینترلوکین 2 این توسط دیگه حجرات ساخته میشه، اینترلوکین 12، اینترفیرون الفا و بیتا. اما نشرال کلر سل خودش چی را افراز میکنه؟ اینترفیرون گاما را که مثلا میره سر ماکروفاژ کار میکنه، ماکروفاژ را خبر میکنه. این چی کار میکنه؟ وقتی که وقتی فعال میشه که میخواد حجرات را که کلاس MHC شون فرق داره او را برای از بین ببره. نشرال کلر سل کلاس MHC که فرق داره او را میره چی میکنه؟ از بین میبره. به کدام مکانیزم؟ گرانزایم و آیفن گاما. اینا تی سلز و بی سلز را میخوانیم. تی سل و بی سل. حجرات بی سلز و حجرات تی سل ما چی فرق داره؟ بی سل ما که هست یک هومرال ایمیونیتی میسازه. هومرال ایمیونیتی چی معنی؟ خود بی سلا که هست اینا وقتی که انتیجن رو شناختن در مقابل از او یک ماده دیگر هم میسازن که به نام آنتی بادی یاد میشه. پرودوسس آنتی بادی. آنتی بادی پروتئیناست، ایمونوگلوبولین هستن، پروتئین است که آنتی بادی ها چی میکنن؟ دیفرنشییت میکنن به پلازما سل و اونمو ببخشید حجرات بی سل ما که هست حجرات بی سل وقتی که میخواین که ایمونوگلوبولین را تولید کنن باید چی شود؟ باید تبدیل شون به یک حجره دیگه که به نام پلازما سل میشه. پلازما سل اینمی ایمونوگلوبولین ما را میسازه. ایمونوگلوبولین هم که هست پنج ایمونوگلوبولین داریم یا آنتی بادی داریم، آی جی ام اس، آی جی جی اس، اینا چی میکنه؟ یک ریسپانس اسپسیفیک را به یک انتیجن نشون میده. اسپسیفیک ریسپانس تو ان انتیجن. ریسپانس تو انتیجن. تا حالا ما هر چیزی خواندیم مثلا هر نوع حجره که بود میامد در مقابلش بدن یک قسم عکس العمل نشون میداد. اما آنتی بادی وظیفه‌ش چیه؟ یک اسپسیفیک ریسپانس در مقابل یک انتیجن نشون میده. میفهمه که می حجره چه قسم باید از بین برده شود. وظیفه خود را میفهمه. تی سل ما که است سل میدییتد ایمیونیتی به وجود میاره. یکی بود که هیومرال میدییتد توسط آنتی بادی به وجود می آورد. سل میدییتد چی معنی میده؟ یعنی که خود حجره باعث میشه که یک انتان را از بین ببره. چی رقم دو نوع تی سل داریم ما. تی CD4 پلاس داریم، CD8 پلاس داریم. ببینید CD8 داریم و CD4 داریم. CD4 ما رو کسک به نام هلپر تی سل یاد میکنن. هلپر تی سل یاد میکنن. CD8 ما رو سایتوتوکسیک تی سل یاد میکنن. سایتوتوکسیک تی سل یاد میکنن. CD4 به معنی چی است؟ حجرات CD4 یک مارکر در سر خود دارن به نام CD4 میشه. اینا که اصلا هلپر تی سل هستن. یکی هست خودشون به تنهایی خود حجره را از بین بردن نمیتونن. هلپر تی سل حجره را از بین بردن نمیتونن. نامش معلوم است هلپر هستن. چی کار میکنن؟ اینا بی سل را فعال میسازن. حجرات بی را فعال میکنن. حجرات بی که وقت فعال کرد حجره بی که وقت فعال میشه آنتی بادی میسازه حجره بی. پس وظیفه دو نوع تی سل داریم، یکی CD4 پلاس تی سل داریم، یک CD8 پلاس. CD4 پلاس چه به نام هلپر تی سل یاد میکنیم. هلپر تی سل ها که است وظیفه چی است؟ help B cell make antibody and produce cytokine to recreate phagocyte and activate other leukocytes. وظیفه چی است؟ هلپر تی سل است. نامش معلوم است. حجرات کمکی است. حجرات تی کمکی است. چیکار میکنه؟ حجرات دیگر فعال میسازه، مثلا حجره بی سل فعال میکنه. او کار انجام میده. اما سایتوتوکسیک تی سل چی است؟ این خودش انزایما داره، مثل نچرال کلر سل دیدید انزایم داره. یا مثلا پرفورین گرانزایما داره که میره دایرکتلی سر از اون حجره نصب میشه و او از بین میره. پیشتر یک چیز خواندیم اینا رو MHC را پیشتر خواندیم، گفتیم MHC کلاس 1 MHC کلاس 2 نه. در اونجا یادتون است که آمده بود که سایتوتوکسیک تی سل CD8 و CD4 پیشتر گفتم که باشه یک چند دقیقه صبر کنید که درس بعدی رو بخونیم بزرگ درک میکنید. اینا اونجا که میریم ببینید MHC کلاس 1 MHC کلاس 2. MHC کلاس 1 که است عموما
به حجرات CD8 وصل میشن. CD8 ما چی بود؟ سایتوتوکسیک. MHC کلاس 1 چی وقت باید از بین برده شود؟ یک، در حالتی که ویروس آمده باشه و حجره را اینفکت کرده باشه و ژنوم را تغییر داده باشه. دو، در حالتی که مثلا تومورس هست. این حجرات باید از بین برده شود دیگه. این حجره باید از بین برده شود. پس این حجره دیگه این خود گدامنتان منتون نیست که باید ما از بین ببریم. مکمل حجره را باید از بین ببریم. اینا مکمل حجره که از بین میبریم. آیا ما تی هلپر بیارم به ما کمک میکنه؟ نه خیر نمیکنه، چون انزایمایی نداره که از بین ببره. پس چی میکنه؟ سایتوتوکسیک تی سل باید بیاره. پس بایندینگ ام سی کلاس 1 همراه CD8 حجرات CD8 است. تی سل ریسپتورایی که در CD8 هستن. اما ام سی کلاس 2 چرا به وجود میاد؟ MHC کلاس 2 د انتیجن پرزنتینگ سل ها به وجود میاد. یا تنس انتیجن پرزنتینگ سل چی میکرد؟ یک انتیجن را میآورد نشان میداد به حجرات تی ما یا حجرات ادپتیو ما. اینا حجره تی که هستند باید چی کار کنه؟ حجرات تی باید بی سلز را فعال کنه که بی سلز در مقابل از این، چون اگر تنها مثلا موضوع مهمی بود که حجره از بین برده میشد، پیشتر براتون گفتم نی چی کار میکنه ماکروفاژا؟ خودش حجره را از بین میبره. بدن را باید خبر کنه که اگر بار دیگه آمد این انتان تو باید در مقابلش مقابله کنی. و کدام قسمت بدن در مقابل که انتان معافیت پیدا میکنه؟ این می آنتی بودیز دیگه که در مقابل از او هست. چون یک بار مثلا شما شنیده باشین یک نفر کرونا گرفت، دفعه دوم که اگه بگیرش سرش قرضات مخیم نخواد بود. یا فرض مثال واکسین را که میتن، نه واکسین چی میشه؟ واکسین خودش انتیجن است. در مقابلش چی ساخته میشه؟ آنتی بودی ساخته میشه. آنتی بودی ساخته میشه دیگه. بدن هر چقدر که در مقابل از اون انتیجن قرار بگیره کدام عکس العمل نشون نمیده، کدام مریضی مون نمیگیره. چرا؟ اینی آنتی بودی ساخته شده. اما آنتیجن که دفعه اول اومده بود او باید چی میکرد؟ باید اینم بی سل را خبر میکرد که بی سل باید در مقابل از اون آنتی بودی را میساخت. اینا رو ما گفتیم بی سل را چی فعال میسازه؟ تی هلپر فعال میسازه. تی هلپر ما CD4 است. درست است؟ در کدام موضوع CD4 باید فعال شود. چون MHC کلاس 2 چی کار میکنه؟ MHC کلاس 2 انتیجن پرزنتینگ سلا اونمو توتی از اونمو انتیجن را آورده که بدن خبر کنه که یک چیز وجود داره و بدن در مقابلش باید آنتی بودی بسازه. پس وقتی که میخوای آنتی بودی بسازه باید آنتی بودی سازی ما فعال بسازیم. از خاطر که فعال بسازیم MHC کلاس 2 میای امروز چی وصل میشه؟ امروز تی هلپر سلا وصل میشه. انتیجن پرزنتینگ سلا میای امروز تی هلپر سلا وصل میشه. وقتی که وصل شده این تی هلپر چی میکنه؟ میره حجرات بی سل را فعال میسازه. بی سل را فعال کرد آنتی بودی در مقابلش ساخته میشه. درست است؟ اون موضوع درک کردیم. سو پیش میریم حالا. differentiation of T cells. ما در روز قبلی differentiation را خواندیم اگه یادتون باشه. گفتیم که حجرات بی سل ما بی سل مچوریشن در کجا میشد؟ بی سل مچوریشن در بون میرو. بی فور بی گفته بودیم. تی سل مچوریشن در کجا میشه؟ تی فور تایمس. اینا وقتی حجرات تی سل که از بون میرو افراز میشه، چون گفتیم ساختشون خود بون میرو است، دیفرنشیشنشون در تایمس صورت میگیره. پس این حجره که خارج میشه در جریان خون این نامش تایموسایت است. تایموسایت است نامش. تایموسایت وقتی میاد به تایمس داخل میشه، اینی تایمس ماست. این می ساختمان که اینجا شما میبینید این تایمس ماست. تایمس چی داره؟ یک کورتکس داره، یک میدولا داره. وقتی که تایموسایت داخل شد، این تایموسایت موقع است که این تایموسایت به شکل هم سر CD4 وصل است، هم سر CD8 وصل است. هنوز این نایف تی سل برش میگن. هنوز مشخص نشده که حجره تی سل میخواد تی هلپر ما میشه یا سایتوتوکسیک ما میشه. وقتی که داخل شده در کورتکس ازی اینجا چی میشه؟ پوزیتیو سلکشن میشه. پوزیتیو سلکشن چی معنا میده؟ اونو حجراتی که میتونن در مقابل MHC هایی که مضر باشن مقابله کنه، اون رو بدن انتخاب میکنه. این پوزیتیو سلکشن میگه. پوزیتیو سلکشن یعنی در مقابل یک چیز مثبت ور انتخاب میکنه. دو گپ اینجا وجود داره. بعضی کسا میگه که پوزیتیو سلکشن به این معنا میده که نمی حجرات تایموسایت که ساخته شده یا تی سل که ساخته شده آیا توان مقابله در مقابل MHC داره یا نداره؟ آیا اینجا چک میکنه؟ اینجا مثلا اینیا کنش MHC هست، فرض کنیم MHC است. اینو چک میکنه که نمی CD4 یا CD8 مکتازی نمی وصل میشه یا نمیشه. کتازی وصل میشه یا نمیشه یا خیر وصل نمیشه. یعنی چی اصلا چک میکنه که CD4 کار میده یا نمیده. وقتی که کار دادنش میخوام ممکنه این پوزیتیو سلکشن میشه. پس در کورتکس چی میشه؟ پوزیتیو سلکشن. در پوزیتیو سلکشن گفتیم دو تئوری وجود داره. بعضی کسا میگه مثلا کتابتون براتون گفته که این چک میکنه که آیا در مقابل MHC بدن ما وصل میشه یا نمیشه یا خیر. و بعضی کسا میگه نه در کورتکس چی گپ میشه؟ اینجا چک میکنه که اینمی MHC ما توان مقابله در مقابل یک اینمی حجرات CD4 و CD8 ما توان مقابله در مقابل یک MHC ناشناخته داره یا نداره. یعنی این MHC ها رو برش نشان میده، سعی میکنه که بازی وصل میشه یا نمیشه. وقتی که از این درست خارج شد میای حجره اینا یه حجره که میای یا CD4 می داشته باشه در میدولا، وقتی که حجره میای یا CD8 میشه. اینجا دیگه وقت سلکت شده که CD4 است یا CD8 است. اینجا چیکار میشه؟ باز رکت MHC بدن وصل میکنه. اینجا دیگه MHC های بدن خود ما بادی MHC اینجا قرار داره. این بادی MHC است. میبینه که وصل شدن که MHC بدن ما چی رقم است؟ آیا strong وصل میشه یا weak وصل میشه. اگر strong وصل شد این از بین میبره حجره را. چرا این از بین باید ببره؟
چون این میتونه که آتو ایمیونیتی به وجود بیاره این وجود نادرست است. وقتی که استرانگلی وصل شد که یک حجره ایمیسی بدن ما خود نمیخوایم که ایمیسی بدن ما وصل شه، این باید نگاتیو سلکشن شه. این برش میگن نگاتیو سلکشن. نگاتیو سلکشن در نگاتیو سلکشن چیکار میشه؟ در میدولا واقع میشه حجره تی سل که یا CD4 یا CD8 است برش امیسی رو نشان میدن. امیسی بدن اینجا امیسی های بدن کلش کوت است، پروتئین است دیگه، بین میدولای قرار داره. حجره تی سل برش نشان میده امیسی رو، میبینه که تازه استرانگ وصل میشه یا ویک. اگه استرانگ وصل شد بگی ما متفرضه به این است که یعنی که این اگه وقتی که داخل جریان خون مقراج بتونه میره حجره خود بدن از بین میبره، این از بین میبره این حجره تی سل. این تو هیچ نباش. حجره که ویکلی وصل شد او را خارج میشه، خارج که ساخت یک تی سل خارج میشه. اینی بود مچوریشن یک تی سل در کجا؟ در تایماس ما. اینجا یک رسمی که اینجا براتون اومده عین چیز براتون موضوع تشریح کردم. ببینید این قسمت کورتکس است، این قسمت که هست که نزدیک به باد میدولا است. در کورتکس چی میشه؟ پوزیتیو سلکشن میشه. پوزیتیو سلکشن چی گفته تایمیک کورتکس چی کار میکنه؟ keeps T cells that recognize self peptides to allow for cooperation in immune response. Double positive thymocyte expressing T cells that recognize self peptides MHC complex receive a survival signal. چی کار میکنه؟ گفتیم که دو فرضیه وجود داره. فرضیه که کتابتون اومده ای اس میگه که اینجا گفته که دابل پوزیتیو چی معنی؟ یعنی حجره هم CD4 داره هنوز هم CD8 داره، هر دوش داره. این دابل پوزیتیو میگه. چیکار میکنه؟ اینجا امیسی های بدن ما نشان میده، میبینه که یا ریکگنایز میکنه یا نمیکنه، امیسی رو میشناسه یا نمیشناسه. اگه شناخت چی میکنه؟ پاس رو اینجا دریافت میکنه، میگه برو از اینجا پاس شو به میدولا برو. اگه نشد او رو همینجا چی میکنه؟ اپوپتوز میکنه، از بینش میبره. باز داخل میدولا که شده این قسمت ها داخل میدولا است دیگه. داخل میدولا که هست یا CD پلاس است یا CD4 پلاس است. اینجا نگاتیو سلکشنش میکنه، ببینه که آیا استرانگلی هولد میکنه یا ویکلی هولد میکنه. اگه استرانگلی هولدش کرد این از بین میبره، اگه ویکلی کرد این میمونه که خارج شه. این کار توسط کی انجام میشه؟ گفتیم اون کلاس های پروتئینایی که اینجا قرار داره به نام آیری برش میگن، آیری پروتئین یا آتو ایمیون ریگولاتوری پروتئینز برش میگن. این چیکار میکنه؟ این نگاتیو سلکشن را انجام میده. این پروتئینایی که اینو چک میکنن، مثل که عزیزه که شما اگر دیده باشین فرض مثال یگان چیزی که چک میکنن، اما یک گروپ را فرض مثال شما چک میکنین، یک بار دور برق میزنین که کار میته یا نمیته. اینو چک کردن از توسط چی انجام میشه؟ پروتئینات توسط آیری پروتئینز انجام میشه. این سی آی که گفتیم ساختگی ولا اونجا دو بین میدولا است، اونمو به نام چی میشه؟ آیریات میشه. اگه اینمی آیری موجود نباشه این چی موجود میاد؟ اینجا ما چک میکنیم که در مقابل بدن ما استرانگلی هولد میکنه یا نمیکنه. اگه آیری موجود نباشه اینا هر نوع تی سل داخل جریان خون میشه. جریان خون که شد امراض آتو ایمیون موجود میاد. آتو ایمیون پولی اندوکراین سندروم موجود میاد که 4 مریضی هست: کرونیک موکوکوتاینوس کاندیدیاسیس، هایپوپاراتایرویدیسم، ادرینال انسفیشنسی و ریکارنت کاندیدیا انفکشن که مخففش میگن 4 یعنی کرونیک موکوکوتاینوس کاندیدیاسیس، هایپوپاراتایرویدیسم، ادرینال انسفیشنسی و ریکارنت کاندیدیا انفکشنز بود. در صورت موجود نبودن آیری وظیفش چی بود؟ نگاتیو سلکشن بود. نگاتیو سلکشن چی بود؟ این که استرانگلی هولد میکنه یا ویکلی، یعنی محکم اجرا را محکم میگیره، که ویکلی در مقابل کلاس ام سی. دیگه چیزی که هست ماکروفاج لیمفوسایت اینتراکشن است. یک چیزی که اینجا باقی مونده ایران بخونیم. تی هلپر ما که هست ما 4 نوع حجرات تی هلپر می داشته باشیم. 4 نوع تی هلپر داریم. حجرات تی هلپر 1 است، تی هلپر 2 است، تی هلپر 17 هست و دیگه چی است؟ ترکس است یا رگولاتوری تی سلز است. تی هلپر رگولاتوری است. تی هلپر ما که هست ما 4 نوع حجره تی هلپر داریم که هر کدام از این وظیفه مختلف را داره که در درس‌های بعدی هر کدام از این به تفصیل ما میخوانیم. تی هلپر 1 چی میکنه، تی هلپر 2 چی میکنه. تی هلپر 1 ما که هست اینترلوکینایی که افراز میکنه، این امروز میخوانیم که اینترلوکین 2 و اینترفرون گاما را. اینترفرون گاما وظیفه چی بود؟ هم میتونه نشنال کیلر سل میره افراز کنه، میره ماکروفاژ رو فعال میسازه. اینترلوکین 2 رو افراز میکنه. دیگه تی هلپر 2 کدام اینترلوکینا رو افراز میکنه؟ اینترلوکین 4، اینترلوکین 5، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 افراز میکنه. وظیفه تی هلپر چی است؟ فعالسازی ماکروفاژ. فعالسازی ماکروفاژ. وظیفه تی هلپر 2 وظیفه فعالسازی بی سلز. وظیفه تی هلپر چی است؟ انفلتریشن نیوتروفیل. درسای بعدی میاد صرف میاد مقدار رگولاتوری سلز چی است؟ تی رگولاتوری. این ببینید اینترلوکینا رو اینا افراز میکنه. مثلا اینترلوکین اینترفرون گاما افراز میشه که ماکروفاژ فعال شه. 4 و 5 یا 4 و 10 فعال افراز میشه که بی سل فعال بسازه. چون وظیفه نمیه تی هلپر است. تی هلپر چه قسم میاد؟ گفتیم آنتیجن پرزنتینگ سل میاد چیکار میکنه؟ با تی هلپر 1 تی هلپر وصل میشه. وقتی تی هلپر وصل شد این فرض مثال اگه تی هلپر 1 وصل شده باشه این میره ماکروفاژ فعال میشه. تی هلپر 2 میره بی سل فعال میشه. تی هلپر 17 ماکروفیل. اینا تمام از یک فعال شد. یک چیز باید باشه که یارو کم کنه یا نکنه. به صورتی که نکنه خود این بدن خود نمیشه که عکس العمل در مقابل انتان شروع کرد دیگه استاد نشم تو عکس العمل شد داده بره اگه تو شب خاطر ایمیون موجود میاد. از خاطر یک تی هلپر دیگه داریم که به نام تی رگولاتوری یاد میکنیم میشه کی تی جی اف بتا و اینترلوکین در افراز میکنه کی چی میکنه اینا ایمیونیتی رو کاهش میده دیگه. نمیمونه که از حد زیاد یک عکس العمل در مقابل یک انتان بدن ما نشان بده. این خلاصه همین رسم بالا این قسمتایش هست.
تی هلپرای ما رو چیزی که گفتیم اینترلوکین تی هلپر یک در صورت که فعال شد، یعنی که تی هلپر پیشتر خواندیم نه خود تی سلز دو نوع بود، تی سلز دو نوع است. تی هلپر است که تی اچ مخففش میگیم، تی سایتوتوکسیک است. این سایتوتوکسیکش بانه در جایش تی هلپر با خودش به 4 نوع تقسیم میشه. تی هلپر 1 2 17 و ترک. تی هلپر 1 ما چیزایی که افراز میکنه اینترلوکینایی که اینترفیرون گاما و اینترلوکین 2 افراز میکنه. تی هلپر 2 ما اینترلوکین 4 اینترلوکین 5 اینترلوکین 6 10 13 این چیکار میکنه؟ اون بیسل را فعال میکنه در حقیقت که آی جی و اینا ساخته میشه. تی هلپر 7 ما اینترلوکین 17 21 22 این نیوتروفیل را فعال میکنه و ترکس ما که است پریونت اتو ایمونیتی توسط چی رگولیشن میکنه، کم میسازه، نمیمونه که بدن از حد بیشتر عکس العمل مقابل یک انتان نشان بده. این وظایف تمام از بود که ما باید به تفصیل اینا خواندیم دیگه، ضرورت به این نیست که باز یک بار دیگه از روی خط بخونیم. شما میتونید کوره بخونید در صورتی که یک چیزی مهم باشه که ما تشریح نکرده باشیم باز میتونید پرسان کنید. دیگه تی سل اند بی سل اکتیویشن بود. پیشتر گفتیم که چی رقم کدام مکانیزم اکتیو میشه، گفتم که چند دقیقه بعد اکتیویشنش میاد. یک تی سل چی رقم اکتیو میشه و بی سل چی رقم اکتیو میشه. تی سل چی فعال میساخت انتیجن پرزنتینگ سلز فعالش میساخت. بی سل چی فعال میساخت تی هلپر فعالش میساخت. یعنی باید اول تی سل باید فعال شه که بی سل فعال شه. درست است دیگه، معقولش هم رقم یک تی سل باید فعال شه که بی سل فعال کنیم. چی کار میشه؟ یک حجره میاد، یک حجره که نیوکلیتد است. این کدام حجره است؟ انتیجن پرزنتینگ سل است. انتیجن پرزنتینگ سل مثلا این ماکروفاج است یا دندرایتیک سل است. دندرایتیک سل یک نوع از ماکروفاج دندرایتیک سل. دندرایتیک سل آماده چی کار کرده؟ در سر خود این اینجا یگانه یک چیز را آورده در میسی خود اینجا وصل کرده. آورده که تی هلپر باید میگه فعال میسازم. تی هلپر میاریم چی کار میکنم؟ فعال میسازم. این ام سیش می به قسمت. این چی میکنه؟ امرای اونجا بیشتر که خواندیم گفتیم که تی سل ریسپتور که ام سی که وصل میشه، این به این معنا بود. این یک نایف تی سل ماسانوس، نایف تی سل ماسانوس، تی سل ما مشخص نشده که میخواد که تی کدام نوع تی هلپر شود. این میاد اول ام سی کلاس ما کته این تی سل ریسپتور ما وصل میشه. اولین کاری که میشه ام سی کلاس یک بایند میکنه با تی سل ریسپتور ما، میتونه که امرای سی دی 8 وصل شه یا امرای سی دی 4 وصل شه. کار دومی که میکنه ایناله از خاطر سکندری سیگنال باید فعال شه. سکندری سیگنال باید فعال شه که این نیف تی سل ما فعال شه. پس چی کار میکنه؟ در این قسمت یک ریسپتور دیگه داریم به نام بی 7 یادش میکنن یا سی دی 80 86 دو نام داره، سی دی 80 86 یا بی 7. این چی میشه؟ امرای این قسمت از تی سلز وصل میشه که به نام سی دی 28 یاد میشه. سی دی 28 یا کلش لینک هستن. اول چی کار میشه؟ اثر براتون تکرار میکنم. ام سی میگه که تی سل ریسپتور یا تی سی آر وصل میشه. این که فاصل شد انوز این تا که دیگه سعی می کانتاکت نشده یک سیگنال دیگه هم بدیم. این سکندری سیگنال است، این پرایمری سیگنال است. پس چی کار میکنه؟ 27 از این امرای سی دی 28 فعال وصل میکنه و این تی سل ما فعال میشه. تی سل فعال شد، تی سل اکتیویت شده. یعنی به خاطر اکتیویشن تی سل ما چی ضرورت داریم؟ انتیجن پرزنتینگ سل ضرورت داریم که ام سی به امرای تی سل ریسپتور وصل شه. وقتی که وصل شد یک سیگنال دیگه وجود میاد، یک وصل دیگه، یک لینک دیگه اینا که دیگه برقرار میکنه. سی دی 28 هم میای امرای بی 7 وصل میشه که منم تی 80 86 رو میادش میکنه. یک سکندری سیگنال رو فعال میکنه که باعث میشه که این تی سل ما دیگه فعال شه و کار خود انجام بده. چی کار انجام میده؟ بیشتر خواندیم دیگه. مثلا اگه تی هلپر 1 باشه اینی اینترلوکین رو فعال میکنه، تی هلپر 2 باشه اینی رو فعال میکنه، تی هلپر 17 باشه اینی رو فعال میکنه. فرض مثال میتونه که اینمی سایتوتوکسیک تی سل باشه، سی دی 8 باشه. اگه سی دی 8 باشه گرانزایمای خود فعال میکنه. از باید تی سل فعال شه دیگه. باید انتیجن پرزنتینگ سل بیای با تی سل وصل شه. چی رقم وصل میشه؟ ام اس میگه تی سل ریسپتور وصل میشه، 27 میای امرای سی دی 28 وصل میشه که دکتر بتونم این چیز به این شکل تشریح شده. ببینید کار اولی که میشه باید انتیجن پرزنتینگ سل چی کنه؟ اینجا ببینید شماره گذاری براتون کرده. یک انتیجن رو باید بگیره. دیگه قسمت گفته که ای پی سی انتیجن پرزنتینگ سل ingest and process antigen then migrated it to draining lymph node. اینا میره به طرف lymph node که اونجا تی سلای ما قرار داره که دیروز lymph node دیگه خواندیم. انتیجن رو اول گرفت، آورد در چی کرد؟ اینجا پروسسش کرد و ام سی ساخت. در سر ام سی ببینید اینجا انتیجن هست. این انتیجن رو گرفته وصل کرده. می امرای چی؟ ام سی ما می چی یک باشه چی دو باشه امرای تی سل ریسپتور وصل میشه. تی سل ریسپتور که وصل شد چی کار میکنه؟ تی سل ریسپتور میگه باش میگن از کجاست؟ بیا که ما تو یک لینکیج دیگه هم کنیم که مثلا فعال شه. چی کار میکنه؟ سی دی 80 یا 86 از این امرای سی دی 28 یک جا میشه. سی دی 28 تی سل است، سی دی 80 یا 86 یا 27 ده انتیجن پرزنتینگ سل است. چی میکنه؟ اکتیویت تی سل. بله صدایتون نامد. صدای من رو دارین؟ بله استاد بخشش باشه اشتباه شد. پس به این قسم تی سل فعال میشه. گفتیم چی سی دی 4 باشه چی سی دی 8 باشه با یک انتیجن پرزنتینگ سل بیاید فعال بسازه. چی رقم فعال میشه؟ ام سی کلاس 1 2 می امرای تی سل ریسپتور وصل میشه. سی دی 28 که از تی سل است که سی دی 86 فعال میشه و اینمی تی سل فعال شد. اگر اجرای تی هلپر باشه میتونه که یک از اون 4 نوع تی هلپر ما باشه که اونم 4 کار انجام بده، اینترلوکین خود افراز کنه، یا اگر سایتوتوکسیک باشه اونم پرفورین و گرانزایم خود فعال کنه و اجرا از بین ببره. این بود تی سل اکتیویشن. چیز دیگه که داریم بی سل اکتیویشن داریم. بی سل گفتیم چی فعال میسازه؟ اگه
مانده باشه CD4 فعال میسازه. یادتون هست وظیفه حجره CD4 چی بود؟ که بیا B سل را فعال بسازه. B سل را چی کنه؟ فعال بسازه. پس کاری که میکنه چی هست؟ نمیخوام که تایم داریم یا نداریم بخاطر تایم هست. پس کاری که میکنه چی هست؟ حجرات تی هلپر ما میه فعال شده. حجره تی هلپر اینجا آمده فعال شده. اول حجره تی هلپر با این مکانیزم بالا باید چی کنه؟ فعال شود. وقتی که فعال شد تی هلپر ما چی میکنه؟ میاد حجره بی سل را فعال میکنه، چون تی هلپر خودش کدام انزیم نداره که چیز از بین ببره. این میاد حجرات بی سل را ما میخواد فعال کنه. وقتی که میخواد حجرات بی سل را ما فعال کنه میاد اول چی کار میکنه؟ تی سل رسپتوری که پیشتر نمی تی سل داشت امروز چی وصل میشه؟ همراه ام سی کلاس 2 که بی سل از خود ساخته. چی رقم اینال ام سی کلاس 2 ما بی سل را میسازه؟ ام سی کلاس 2 ما باشه که روی تصویر بریم کار کنیم چون قسم نخواد ما درکش کنیم. پس چی کار صورت گرفته تا اول یک باری رو میگیم. اول حجرات تی هلپ فرض مثلا تی اچ 0 ما است. این میای باید تبدیل شه به حجرات تی هلپر 2. یادتون است گفتیم بودیم این بالا این تی هلپر 2 گفتیم که این تی هلپر 2 بی سل را فعال میسازه. حجرات تی هلپر 1 چی را فعال میسازه؟ ماکروفاژ را فعال میسازه. ماکروفاژ را فعال میکنه. یکی از نیوتروفیل را فعال میکنه. پس ما به خاطر فعال ساختن حجره بی سل خود چی ضرورت دارم؟ اول تی هلپر 2 ضرورت دارم. تی هلپر 2 توسط چی ساخته میشه؟ اینترلوکین 10. اما دو دونه مهمش اینترلوکین 4 5 هم بود دیگه. اینترلوکین 4 وقتی که حجره تی هلپر فعال ساختم این تی هلپر میای حجره بی سل را فعال میسازه. 20 فعال میشه. چی رقم 20 فعال میشه؟ این حجره تی هلپر 2 است. این میاد که حجره 20 ما وصل میشه. در سطح حجره تی ما چی قرار داره؟ یک چیز است به نام CD40 لایگند. این میاد امروز CD40 یک جای میشه. CD40 در این 20 است. 20 است که هنوز غیر فعال است. که CD40 از ارتباط برقرار میکنه. این دو تا وقتی که فعال ساخت این حجره 20 ما باید گفتم به خاطر آنتی بادی بسازه و چی تبدیل شه؟ به پلازما سل تبدیل شه. پلازما سل نالی تبدیل میکنه. یک شکل حجره فعال 20 است. وقتی که به پلازما سل را تبدیل کرد پلازما سل چی میکنه؟ آنتی بادی میسازه. آنتی بادی تولید میکنه. این شکل ساده ایش است. کتاب کم مغلق داشته شده. صرف چیزایی که شما باید داشته باشید. چیزایی که باید شما سرش فوکس کنین چی چیزا هست؟ یکی که اول باید استاد بارز مزرعة صدايتون قطع شده فعلا صدايتون نداري. توسط حجرات انتیجن پرزنت برای ما 20 سل پر دوی از ذره دارم. 4 نوع تیل پر داریم. این دوی از ما کار دارم. دوی از وقتی که فعال شد توسط چی فعال میشه؟ اینترلوکین 4 و اینترلوکین 10. وقتی که تی هلپر 2 فعال شد چی کار میشه؟ تی هلپر 2 میاد CD40 لایگند خود را اینجا امروز CD40 بیسل وصل میکنه. وقتی که وصل کرد لینکیج بین از دو تا وجود میاد. لینکیج که به وجود آمد چی کار میشه؟ بیسل فعال میشه. بیسل که فعال شد گفتیم شکل فعال حجره بیسل به نام پلازما سل یاد میشه. پلازما سل چی کار میکنه؟ آنتی بادی رو برام میسازه. آنتی بادی چی میکنه؟ در مقابل از اون آنتون بار دیگه مقابله میکنه. ببینید تمام چیز از یک اینت ایمونیتی شروع شد. یک اینت ایمونیتی ما گرفت گفتیم که خودش حجره خلبین میبره. خب میگه نه ادپتیو رو فعال میکنه که دیگه دفعه اگه این حجره آمد خب باز حق پذیره بده. چه قسم پذیره بده؟ میموری سل در مقابل زی داشته باشه. پس چیکار میکنه؟ این می ماکروفاژ ما یک دو تا یک از میگیره در خود وصل میکنه به نام انتیجن پرزنتینگ سل. کاری که میکنه میای ایره به تی سلای ما میده. تی سلای ما میده اینجا انتیجن خود آورد ام سی کلاس 1 2 از امروز تی سل رسپتور وصل شد. وقتی که وصل شد یک لینکیج دیگه وجود میاد که سی دی 28 از امروز تی 80 یا 86 وصل میشه. وقتی که وصل شد این تی هلپر فعال شد. این میتونه که سی دی 4 تی هلپر باشه یا سی دی 8. اگه سی دی 8 باشه خب میره حجره از بین میبره. اگه سی دی 4 باشه این میتونه باز 4 نوع باشه. تی هلپر 1 باشه، 2 باشه، 17 باشه یا ترک باشه. اگه 2 بود این 2 از میتونه که حجرات 20 سل فعال بسازه. چی رقم 20 سل فعال میسازه؟ میاد تی سل رسپتور امروز ام سی کلاس 2 از وصل میشه. CD40 CD48 CD40 لایگند از که CD40 وصل میشه. وقتی که وصل شد اینجا برای من چی رو میسازه؟ بی سل اکتیویشن میکنه. پلازما سل رو میسازه. که شکل ساده چیزی بود که بیشتر در کتاب واسط کردیم. کتاب کم رسمش کردیم. رسم اینجا کتاب کم مغلق‌تر رسم کرده. ببینید تی هلپر گفته که اکتیویت میشه. بی سل رسپتور می که تازی وصل میشه. وقتی که وصل شد اینجا گفته که ام سی رو یک چیز دیگه هم اینجا براتون تشریح کرده که ام سی کلاس 2 رقم ساخته میشه. که ام سی کلاس 2 رو ما بیشتر خواندیم دیگه ضرور نیست دیگه رسم باز اثر بفهمیم میشه. چیزی که به ما مهمه CD40 با CD40 لایگند وصل میشه. وقتی که وصل شد این باعث میشه که سایتوکاینای افراز شوه از طرف تی هلپر. این سایتوکاینا بیا سر حجرات بی سل وصل شوه و حجرات بی سل را فعال بسازه. وقتی که فعال شد حجره بی سل این میره به پلازما سل تبدیل میشه. پلازما سل و پلازما سل ما چی میکنه؟ آنتی بادی میسازه یا ایمونوگلوبولین رو میسازه. این بود از بی سل اکتیویشن. یک کم درس مغلق است پیچیده است ولی
یک دو تا رسم ما براتون سن میکنم. این رسمایی که امروز کشیدیم را براتون دو تا رسم زیر سن میکنم که از میلمان است. بسیار خوب واضح وجود تشریح شده. همینطور که من براتون تشریح کردم این رسم را. این ما کلاس ختم شوه ببینیم در کلاس دیگه اگه تایم داشتم خب براتون سن میکنم، اگه بعد از اون کلاس بعد نمایندگی سن میکنم و میتونه براتون ریسن کنه. این بخش رو شما دقیق باید بفهمید. این که انتیجن پرزنتینگ سل چه رقم تی سل را فعال میسازه و تی سل چه رقم بی سل را فعال میسازه. این بود از درس امروز ما. امروز تا صفحه 101 را خواندیم. یک قسمت پایینش مونده که اینا میمونیم بعد دیگه روز خیر مشکل نداره. سکندری سیگنال است که یکم باید سر ایمونوگلوبولین صحبت کنیم بعد از صورت تر کنیم. روز بعدی ان شاء الله آنتی بادی رو میخونیم، انواع آنتی بادی رو میخونیم، اینترلوکینا رو میخونیم، هم تا پیش میریم ببینیم تا کجا خاطر رسیدیم تا کجا تایم داریم. اگر سوال نظر به درس امروز دارین راجع به درس امروز میتونید دستتون بالا کنید در سوالتون پرسان کنید. بفرمایید بود سجده. استاد میبخشید میشه یک تفاوت پمپ و جمپ برام بگوین؟ ببینید پمپ که هست یک پاتوژن اسوسییتد مولکولار پروتینز هست. چی معنی میده؟ یعنی حجره‌ای که باکتری بوده. چی معنی پاتوژن چی معنی؟ یعنی که چیزی که مضر بوده بدن، مثلا انتان بوده فرض مثال. این حجره گفتیم که فرض مثال شما یک ایکولای رو نظر بگیرید، حجره رو بدن ما چی میکنه؟ به توته میکنه، به مولکولای تبدیلش میکنه. هر توتی از این به نام پمپ زیاد میشه. یعنی که اینمی حجرات هست پمپس هست که چی میکنه؟ اینیتی ایمیونیتی مرفوع میکنه. دمپس چی است؟ دمپ که هست دمیج اسوسییتد مولکولار پروتین هست. این گفتیم که ایمونیتی میتونه یا در مقابل یک پاتوژن باشه یا در مقابل یک ارگان باشه، ارگان بدن. پس باید ارگان بدن ما خب توتهاج برای اعضای ایمونیتی نشان داده شود که در مقابل از اکسم نشان بده. پس دمپ که مثلا میتونه که میتوکندریا باشه، هر ارگانیل از یک حجره میتونه که یک دمپ را تشکیل کنه. پمپ که هر توتی از یک پاتوژن یک پمپ را تشکیل میده. واضح شده؟ برو مریم شو سوال داشتیم؟ بله استاد جان، در قسمت خود انتیجن پرزنتینگ سل ها که هستن استاد، باز در قسمت خود لمف نود ها در خود کورتکسش گفتن استاد دوجا میره، بعد از اون دوجا آخذه هایش وجود می داشته باشد. مثلا آخذه هایی که امیرسی 1 میره در خود سی دی 8 امیرسی کلاس 2 در سی دی 4 به این شکل بایندینگ میشه استاد. نه بعد از اون باز تی سل ها بی سل پلازما و باز آنتی بودی. ما هدف نیست که در قسمت خود ام اچ سی کلاس 1 و کلاس 2 که هست از چی ساخته شدن میگیره. اینجا شما اشاره کردین گفتین که MHC کلاس 1 که هستن لیمفوسایت ها میسازن. MHC کلاس نه گفتم که MHC کلاس 1 MHC کلاس 1 چیزی که شما میگن لمف نودا، در لمف نودا روز قبلی ما خوانده بودیم. اینمی فعال سازی. ببینید روز قبلی ما چی خواندیم؟ وصل در روز قبلی و روز امروز. وقتی که گفتم از این قسمت افرنت بود اگه یادتون باشه، افرنت میآورد اینجا لمف رو داخل میکنه، اینجا انتیجن پرزنتینگ سل اینجا داخل میشه. وقتی که داخل شد مثلا میره بی سل رو میخواد فعال کنه، به این شکل میاد قسمت پاراکورتکس اینجا تی سل ببخشید تی سل های ما اینجا قرار داشت یا بی سل های ما رو میخواد فعال کنه. یعنی که وقتی که انتیجن پرزنتینگ سل را گرفت نمو انتیجن را میاره در این قسمت ها داخل یک لمف نود و در اینجا تی سل و بی سل رو مقابل از فعال میسازه. این یک موضوع دیگه که گفتین این ام سی رو چی میسازه؟ گفتیم که اچ ال ای میسازه، حجره میسازه، حجره در نیوکلیس خودی میسازه. ما نگفتیم که لیمفوسایت نمیفهمه. در کدوم قسمت قرار داره استاد؟ یعنی ما هر چیزی یک از خود یک مشخص یک چیزی می داشته باشه که از تولید شدن میگیره. اول اچ ال ای است بعد از ام اچ سی است استاد. بله خب یعنی درس امروز در صحیح متوجه نبودین. ببین بی خو یک موضوع ابتدایی درس ما بود. در اول ما چی گفتیم در این قسمت؟ اینجا باش تشریح کنم. سعی کنین اینجا گفتم که بدن ما باید پروتئین را وقتی که میسازه، ما خو یک درس خواندیم دیگه، در بیوشیمی از همین خاطر اول خواندیم. در بیوشیمی ما چی خواندیم؟ گفتیم که ما ترانسکریپشن و ترانسلیشن داریم. نه ترانسکریپشن و ترانسلیشن چی بود؟ از این جن یک ام آر ان ای میساخت اگه یادتون باشه. ام آر ان ای را اینمی جن میسازه. کدام جنی ام آر ان ای رو به ما داده؟ اچ ال ای، اچ ال ای بی، اچ ال ای سی. اینی ام آر ان ای رو داده. این ام آر ان ای میره در رایبوزوم به یک پروتئین تبدیل میشه. پروتئینی که تبدیل میشه این ام اچ سی است. این تمام حجرات ما قرار داده. با کدام مکانیزم ساخته میشه؟ توسط این جنایی که هست اچ ال ای ها که جن است که ام اچ سی را میسازه. درست شده؟ یعنی در جنوم شما رو واس کنیم فرض مثال هر کدام ما جنوم رو وقتی که ببینیم این قسم یک سکانس فرض مثال وجود داره. جنوم این قسم یک سکانس است. در این سکانس اگه من فرض مثال اینجا شواز کنم یک جن از به نام اچ ال ای مثلا میتونه A باشه، B باشه، C باشه. اینه میره اگه من از پیشش یک ام آر ان ای بسازم، ام آر ان ای و ببرمش در رایبوزوم، ببرمش، این برام یک چی میکنه؟ یک پروتئین میسازه. پس این چی بود؟ اینی ترانسکریپشن بود. ترانسکریپشن که از پیشش چی میساختم؟ ام آر ان ای میسازم. بعد از اون ترانسلیشن میکنم. در ترانسلیشن چی میکردم؟ از یک ام آر ان ای یک پروتئین میسازم. پروتئینی که ساخته میشه ام اچ سی است. درست شد؟ یعنی ام اچ سی یک پروتئین است توسط جن اچ ال ای برش کد داده میشه.
HLA HLB HLA-B یا A یا C یا DR یا DP تمام از یک کدایی است که به MHC داده میشه. MHC کلاس یک که هست، شما گفتین در کدام حجراتی ساخته میشه. MHC کلاس یک به تمام حجرات بدن ما ساخته میشه، بجز از حجره RBC که نیوکلیتد نیست، چون باید هسته باشه دیگه که دی ان داشته باشه. اگه هسته نباشه خود دی ان نیست، دی ان نباشه من این کد را از کجا میکنم؟ از خاطر که RBC که هست که MHC کد نداره، کد MHC را نداره در سر خود. و MHC کلاس 2 که هست تنها د آنتیجن پرزنتینگ سل ساخته میشه. MHC کلاس 1 که در تمام حجرات است، MHC کلاس 2 تنها در حجرات آنتیجن پرزنتینگ سل است. درست شد؟ واضح شد نه؟ بله استاد جان، خیلی خیلی ممنون، خیلی خوب تشریح کردید. سوال دیگه اگه نیست باز میتونیم که درس خاتمه بدیم. وقت همگیتون خیلی بخیر باشه، شب همگیتون خوش، وقت بخیر، ان شاء الله آخر هفته خوب داشته